بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. در یک دیگر از برنامه‌های مثال‌های قرآنی در خدمت شما خوبان و عزیزان هستیم با مثال دیگر از آیات کلام الله مجید در معنا و مفهومی دیگر. الله متعال در قرآن کریم برای ما مثال‌های زیادی زده تا معانی و مفاهیمی رو برای ما بهتر بفهمونه و بهتر بتونیم که درکشون بکنیم. یکی از مثال‌هایی که در قرآن کریم در آیه 264 و 265 از سوره مبارکه بقره ذکر شده مثالی است برای حکایت انفاق انسان‌ها در روی زمین. کسانی که خرج میکنن، پول خرج میکنن، مال خرج میکنن برای دیگر انسان‌ها، اینها چه نیتی دارن و چطور خرج میکنن و آیا هر کسی که روی زمین پول خرج میکنه به دیگران کمک میکنه، به دیگران رسیدگی میکنه، به یتیمان، به مساکین، به گرسنگان، به نیازمندان، به مریضان، به هر کسی که در گوشه نیازمنده میرسه بدون اینکه هیچ نگاهی انداخته باشه اینکه این انسان از چه قومی است، از چه طایفه است. زیادن انسانهایی که در عصر و زمانه ما هم میبینیم در گوشه و کنار خرج میکنن، شاید میلیون ها هم خرج میکنن و خیلی ها هم میگن چون فلانی خرج میکنه پس حتما بهشتیه دیگه، این همه داره خرج میکنه. در این دو آیه در 264 و 5 از سوره مبارکه بقره الله متعال در قالب دو مثال برای ما این موضوع رو حل میکنه تا به راحتی درک بکنیم و بفهمیم که انفاق چه کسانی به درد اونها میخوره و انفاق چه کسانی به درد اونها نمیخوره و نمیتونن بهش دل ببند. در آیه 264 از سوره مبارکه بقره این گونه میخوانیم که الله متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورد. خطاب این آیه به ما مسلمان ها و مؤمنین به الله متعال و قرآن کریم هست و رسول صلی الله علیه و سلم و آنچه که از ارکان ایمان. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، باطل نکنید. لا تبطلوا، باطل نکنید صدقاتکم، صدقات خودتون. خیلی ساده، پولایی رو که به ادعای مالی رو که برای یک کار خیری جهت کسب رضایت الله متعال انجام دادید باطلشون نکنید. عبادت صدقه رو باطل نکنید. صدقه باطل میشه دیگه. برداشت از این آیه است. انسان پولی رو خرج میکنه، صدقه میکنه، شاید میلیون ها و میلیارد ها، شاید سالهای سال اینور اونور خرج میکنه، اما این باطل میشه. حتی از مؤمنین یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، لا تبطلوا صدقاتکم صدقات خودتون رو، یعنی شما مؤمنین. پس انسان مسلمان هم بعضی وقتا پول خرج میکنه اما هیچ گویرش نمیاد نزد الله تعالی از این پولش، از این صدقهش، از این انفاق و خرجش. منت گذاشتن بعد از صدقه، بعد از انفاق، هر چقدر هم که اون صدقه و انفاق بزرگ باشه باطلش میکنه. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ای کسانی که ایمان آوردید، ای تاجرای مسلمان، ای کسانی که انفاق میکنید. نیاز نیست حتما تاجر باشه آدم. شمایی که چند ریال، چند تومن و دلار به یک مسکینی، فقیری، نیازمندی، دوست، آشنا، فامیل، قوم، خویشاوند خرج کردی، باطلش نکن. با چی؟ با منت گذاشتن. سرش منت نکن، چه جلوش چه پشت سرش جلوی دیگران.
آزارش هم نده، هیچ انتظار و توقعی ازش نداشته باش. اگر این کارو کردی باطل میشه صدقه و انفاقت، دقیقاً به مانند کسی که کالذی ينفق ماله رئاء الناس، منت و آزار صدقه و انفاق رو از بین میبره. سومین چیزی که از بین میبره صدقه و انفاق رو چیه؟ رئاء الناس، ریاکاری. ریا از رؤیت میاد، دیدن، دیده شدن. ریاکار به کسی میگن که دوست داره دیده بشه، خرج میکنه، خوبم خرج میکنه، میلیون ها خرج میکنه، اما به خاطر چی خرج میکنه؟ به خاطر اسمش، به خاطر که بیان بگن جناب حاجی الحاج فلانی، حاج آقا فلانی خرجین محفل متکفل شدن. میاد مسجد درست میکنه به این خاطر که اون گوشه مسجد یه سنگ مرمر بیارن اسمش رو حک کنن، مسجد حاجی فلان خان. میاد مدرسه درست میکنه تا اون بالای مدرسه اسمش رو بنویسن، مدرسه برادران فلانی. میاد دارالایتام درست میکنه تا دوربین ها بیان حاجی صاحب فلانی دارالایتام درست کرده، انقدر پول خرج کرده. به این خاطر میاد جلوی دوربین مؤسسه خیریه‌ای یک کنفرانسی درست کرده، پول جمع بکنن جلوی دوربین. میاد چند نفر دیگه هم نشستن، سر غیرت میاد 1 میلیون 2 میلیون، میبینه که فلانی بیشتر داد، 5 میلیون میدم من، اون میشه 6 میلیون، این یکی از این طرف بلند میشه من 10 تا میدم. نیتش چیه؟ نیتش رو الله میدونه، ما نمیدونیم، اما الله میدونه که این نیتش به خاطر چیه. و بارها مشاهده شده افرادی در جلوی جمع، جلوی دوربین، تو مسجد، تو مدرسه، جمعی از دوستان آشناهن، حاضر شد برای یک کار میلیون ها خرج کنه. همین آقا وقتی میره بیرون مسکینی، بچه یتیمی، دست راز میکنه پیشش، 5 ریال بهش نمیده که 1 ریال بهش نمیده. فامیلش دچار مشکله، قومش، خویشاوندش، برادرش، پدر و مادرش دچار مشکله، نیاز دارن، حقشونه. والدین صله رحم حقشونه که اینها بهشون داده بشه از این ثروتی که در اختیار این آقاست. اما چون اونجا کسی نمیبینه، چون اونجا اسمی در رسانه ها و در تلویزیون ها و در روزنامه ها و در سنگ هایی که چسبونده بشه سر درها و از ایشون گرفته نمیشه، خرج نمیکنه. اینو میگن رئاء الناس. این انسان بهش گفته میشه ریاکار. این انسان بهش گفته میشه ریاکار. این انسان هم تمام آنچه رو که خرج کرده همه اینها برباد میره. این انسان همش برباد میره. کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الاخر. اما اون کسانی که ایمان به الله و روز آخرت اصلا ندارن، یک عده هستن اصلا الله رو قبول نداره، اصلا طرف نه به الله، نه به قیامت، نه به قرآن، نه به پیغمبران، هیچ اعتقادی نداره اصلا، اما خرج میکن. فلان ستاره سینما، فلان بازیگر فوتبال، فوتبالیست مشهور و معروف، فلان و فلان و فلان، فلان رئیس فلان شرکت و کارخانه، فلان رئیس جمهور و وزیر، فلان فلان و فلان، که نه به خدا، نه به قیامت، نه به کتاب های آسمانی، نه به انبیا، هیچ اعتقادی نداره، خرج میکنه. خوبم خرج میکنه. آیا از این خرج کردنش چیزی گیرش میاد؟ نه، اعتقادی نداره. این اصلا اعتقادی نداره به روز قیامت. وقتی اعتقاد نداره چطور، از کجا میخواد این طرف اجر و پاداش بگه؟ هدف چیه؟ بگن فلانی انسان خوبیه، خیر، رئاء الناس، بازار دیگه، شهرت، فلانی آدم خوبیه، خانم فلانی خیلی بخشنده است، خیلی کمک میکنه به یتیما و فقرا، به اعتقادی هم بالای تعالی نداره. بعضی از ما هم متاسفانه فکر میکنیم چون فلانی
انسان خیری، پس حتما این که حتما بهشتیه دیگه. میلیون ها دلار، ولی اون که میلیون ها دلار خرج کنه، ولی اون که میلیاردها خرج بکنه. الله متعال میفهمد کسانی که خرج میکنن ایمان به الله و روز آخرت ندارن، اینا قبول نیستش. کسانی که خرج میکنن ولو ایمان به الله و روز قیامت داشته باشن، اما به خاطر ریاکاری و چشم مردم، تعریف، تمجید، شهرت خرج میکنن، اینها هم هیچی گیرشون نمیاد، بلکه گناهکارن، اینا گناه میکنن. و عده‌ای که خرج میکنن اعتقادم دارن، بچه مسلمان هم هست، منت میگذارن. منت. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود 3 گروه روز قیامت وارد بهشت نمیشن. عاقل والدین، کسی که پدر مادرش اون رو عاق کردن، ازش راضی نیستن. دومی مدمن الخمر، کسی که معتاد شراب خوردن، این دومیش. سومیش کیه؟ کسی که منت میگذاره بعد از انفاق، داره خیر میکنه ظاهرا، انقدر این بده، انقدر این گناه سنگینه، منت گذاشتن. کسانی که انفاق میکنن اعتقاد به خدا و روز قیامت ندارن ابدا. کسانی که مسلمون هم هستن ریاکارن، اینم قبول نیست، ولو اینکه میلیون ها دلار هم خرج بکنه. و کسی که منت میگذاره و اذیت میکنه بعد از انفاق کسانی رو که به اونا کمک کرده، این هم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. همه اینها باطله، تمام کارشون. مثال اینها مثل چیه؟ الان اصل مثال شروع میشه. مثال اینها رو الله متعال میفهمد. فمثله، مثال این افراد هر کدوم به تنهایی، کمثل صفوان علیه تراب. مثال اینها چیه؟ الان در مثال حل میشه که چرا مال اینها قبول است. مثال اینها چیه؟ مثال اینها اینه که یک سنگ، صخره سنگ بزرگی است، سنگ سختی است، صفوان علیه تراب، یک لایه روش خاک نشسته. یه سنگی رو تصور کنید روش یک لایه خاک نشسته. کسی که نگاه میکنه فکر میکنه که این خاک دیگه. خاک برای چی استفاده میشه؟ برای کشت و کار. الان فکر میکنه که در این خاک میتونه یک بذری بکاره و استفاده بکنه. بذر بکاره، استفاده بکنه. علیه تراب، میاد بذرشو میکاره. یک تخته سنگی روش خاک است، یک بند انگشتی روش خاک نشسته، میاد اینجا بذر میکاره به این امید که این بذر رشد بکنه. آیا این به دردش میخوره؟ خب الان باید منتظر باران باشه تا آب بیاد، این رو آب بده دیگه. باران هم بیاد. کمثل صفوان، سنگ سختی، علیه تراب، روش خاک هست، فاصابه وابل، بارون هم میریزه بهش میرسه، یک باران تندی هم میاد. الان باران میریزه، یک لایه خاک روی سنگ، داخلش دانه است. چی میشه؟ باران میاد میریزه، به جای اینکه این خاک باران رو جذب بکنه و این رشد بکنه و به درد کسی بخوره، این خاکی که روی این سنگ هست رو همه رو باران میشوره، این دانه هم باش میره، این خاک هم میره. چی میمونه؟ فترکه صدا، این صخره سنگ لغزان و همونطوری که سفت بود باقی میمونه، یک سنگ خالی. چی شد؟ نتیجه چی شد؟ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، قادر نیستن به هیچ چیزی از آن چیزی که اینا کسب میکرد. با امید این که اومده اینجا کشتی بکنه که کشت به دردش بخوره، دانه‌ای بکاره که این دانه رشد بکنه و به دردش بخوره. دانه رو در جایی کاشته، این مهم، دانه رو در جایی کاشته که هرگز ثمر نمیده. چرا؟ جاش نیست اصلا. روی سنگ یک ذره خاک نشسته، دانه شما روش گذاشتی، باران هم اومد شستش بردش، سنگ موند برات، هیچ استفاده نکرد. شما اگر میخواستی استفاده کنی از دانه، باید میرفتی در یک زمین مساعد، زمین خوب، میکاشتی، آبیاری میکردی، رسیدگی میکردی که از هر دانه 7 خوشه میومد، از 7 خوشه 100 دانه میومد، هر خوشه 700 برابر بهت میرسید. اما شما این کارو نکردی. شما در جایی کاشتی که جاش نبود. شما اعتقاد به الله و روز قیامت نداشتی. شما اگه اعتقادم داشتی، گروه دوم، اگر اعتقادم داشتی به الله و روز قیامت، ریاکار بودی. اگر
الله روز قیامت قبول داشتی، ریاکاری هم نکردی، منت گذاشتی، اذیت کردی بعدش. این همش همینه. این بارونه اومد و همه رو شست و برد. حکایت شما کسانی که انفاق میکنید، منت میگذارید، اذیت میکنید و یا به خاطر ریاکاری، همینه. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا والله لا یهدی القوم الکافر. هیچ چیزی گیرشون نمیاد، در الله متعال هم قوم کافر رو هدایت نمیکنه. این گروه زیانکارن. اما کسانی که باز انفاق میکنن، واقعا انفاق میکنن. این مثال کسانی بود که الله متعال بیان کرد که اینا از انفاقشون هیچی گیرشون نمیاد. روی یک سنگی یک کمی خاک است، دانه‌ای کاشتن، باران اومد همه رو شست برد. مثال کسانی که انفاق میکنن یا اعتقاد به الله روز قیامت ندارن، مسلمان نیستن، یا اعتقاد دارن ریاکارن، یا اینکه منت میگذارن و آزار اذیت. در آیه بعد باز مثال گروه دومی که اونها قبول میشه ازشون انفاقشون و صدقاتشون را الله متعال در قالب یک مثال زیبا برای ما مطرح میکنه. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم. مثال اون کسانی که اینها انفاق میکنن مالشون رو ابتغاء مرضات الله، فقط به خاطر به دست آوردن رضایت الله متعال. اولا ایمان به الله متعال روز قیامت دارن. دوما اینها به خاطر شهرت و اسم و رسم و تعریف و تمجید مردم این کار رو نمی کنند. سوما چون هدفشون رضایت الله تعالی است، منت نمیگذارن، آزار و اذیت نمیدن، میدونن که الله متعال این کار رو دوست نداره و منع کرده. و تثبیت من انفسهم، و تا اینکه در دلهاشون این رو نهادینه بکنن، اخلاص به الله متعال رو، تا دلهاشون رو عادت بدن به انفاق خالصانه برای الله متعال، تا بارور بکنن ایمانشون رو و ثابت قدمی خودشون رو بیشتر بکنن با دل کندن از مال دنیا و اطاعت از اوامر الله. مثال اینها مثل چیه؟ اینها اون کسایی که واقعا انفاقشون قبول میشه. کمثل جنت بربوه. مثال اینها مثال یک باغی است، بربوه، در یک تپه مرتفع، اصابها وابل، بارون میاد، اینم بارون میاد. اینجا رفتن تو این باغ الان اینها کشت کردن، اصابها وابل، باران میاد. فاتت اکلها ضعفین، این باغ میوه‌هاش چند برابر ثمر میده، محصولش چند برابر ثمر میده. باغی که روی ارتفاعه، وقتی باران میباره، یک ویژگی داره، باغ‌هایی که در ارتفاع هستن و درختان و کشت‌هایی که در ارتفاع هستن، وقتی باران میباره اینها به اون اندازه‌ای که نیاز دارن آب رو میگیرن، بقیه آب دیگه نمیمونه، خود به خود میره پایین، سیلی هم نمیاد که همه رو بکن از بین ببره و بهترین محصولات رو تجربه نشان داده باغ‌ها و کشت‌هایی دارن که در ارتفاعات هستن. این حکایتشون اینجوریست. باران اگر اومد که بهتر، اگر باران هم نیاد برای اینها، اگر باران هم نیامد، فإن لم یصبها وابل فطل، اگر بارانی هم نباره برای اینها، همون طل در عربی یعنی شبنم، یعنی اون بخاری که در ارتفاعات به صورت مه میاد و یا آب جمع میشه، بخار میشه، همون کافی است، همون برای اینها کافی است. باران بیاد بهتر، باران نیاد، همون برای اینها کافی است. والله بما تعملون بصیر. الله با آنچه که شما انجام میدید آگاه است. الله متعال اینجا الان مثال زد کسانی رو که مؤمنن، کسانی که ایمان دارن، به خاطر الله متعال انفاق میکنن. باغی انگار که کشت اینها در باغی است در ارتفاع، مثل اون خاکی نبود که روی یک سنگ صخره‌ای بود که تا باران اومد همه رو شست برد. نه، خاک مساعد، ارتفاع هم سبب میشه که آب هر چقدر هم که بیاد به اندازه کافی گرفته بشه. حتی اگر آب هم نیاد، اون بخار موجود در اون ارتفاعات برای این رشدش کافی است. اینها اگر ثروت داشته باشن به بهترین وجه ممکن خرج میکنن، خالصانه و صادقانه. اگر دستشون بند بشه هم باز از اون چه که الله تعالی به اونها داده به همون اندازه‌ای که میتونن خرج میکنن. اینا مؤمنینن.
مهم نیست که کم یا زیاد. مال زیاد دستشون باشه بیشتر خرج میکنن، مال کم دستشون باشه کمتر خرج میکنن. اینها به زندگیشون همیشه قانعن با آنچه که الله متعال به اونها میده و از اون انفاق میکنن و اینها هستن که اینها نتیجه انفاقشون و ثمره انفاقشون رو میبینن. گروه اول اونها حکایتشون همون سنگ و خاک روی سنگ، به هیچ نتیجه‌ای نمیرسن. این گروه که فقط به خاطر الله متعال انفاق میکنن، اینها به نتیجه میرسن. پس فقط کسانی در انفاق به الله متعال و بذل مال و بخشش مال موفقن که رضایت الله متعال فقط مد نظر اونهاست و نه ریاکاری میکنن و نه منت میگذارن و مهمتر از همه اینها اعتقاد به الله روز قیامت دارن. کسی که اصلا به الله اعتقاد نداره، به روز قیامت اعتقاد نداره، کافر هست و یا مشرک هست. هر چقدر که خرج بکنه، هر چقدر که این انسان بیاد و سرمایه گذاری بکنه، به قول خودش کمک بکنه به انسان ها، حکایت همون کاشتن بذر روی لایه خاکی است که روی یک تخته سنگه. کار کرده، بله، یه لایه خاک پیدا کرد روش کاشت، اما باران اومد همه رو برد. اصل عبادت توحید است. تا توحید نباشه عبادت وقتی مورد قبوله که توحید باشه اولا، دوما اون عبادت خالصانه برای الله متعال باشه. اگر این دو شرط نبود عبادت اصلا قبول نمیشه. این عبادت قبول نمیشه و عبادت قابل قبوله که بر منهج رسول صلی الله علیه و سلم باشه. انفاقی قابل قبوله که اولا اعتقاد به الله متعال باشه، اخلاص در او باشه و این انفاق بر منهج کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم باشه، بدون منت، بدون آزار و اذیت، بدون چشم داشت. و این انفاقی که به درد میخوره و اینه که میشه روش سرمایه گذاری کرد، اینه که میشه بهش دل بست، اینه که میشه روش حساب کرد. این اون بذری که انسان میکاره در باغی در ارتفاعات و این بذری که محصول میده بارها و بارها و نتیجه میده. اما اون بذر اولی که روی سنگ و لایه‌ای از خاک که روی سنگ بود گذاشته شد، باران میاد و همه رو میبره و روز قیامت هیچ نصیب انسان نمیشه. این میطلبه که ما در آنچه که خرج میکنیم، علل خصوص عزیزانی که الله متعال به اونها نعمت داده و مال داده، دقت بکنن. عزیزی که مالشو خرج میکنه، خیلی وقتا ما هدفمون این نیست که صدقه خودمون رو باطل کنیم، اما نمیتونیم. بعضی وقتا ذکر میکنیم در محافل، من به فلانی اینقدر کمک کردم، مشکل داشت، بعضی جمع شروع میکنن فلانی الحمدلله مشکلش حل شد. یک عزیز خیر اومد گوشه میگه من بودم، من خرج کردم، خلاص تموم شد. همین یک کلمه، منت گذاشتن، آزار و اذیت دادن، انتظار حتی کار خیر از طرف داشتن، انتظار دعا کردن از او، حتی دعا من نیش کشت کردید اینا رو ما الان وظیفه بود، ما زحمت کشیدید، شما دست شما در نکنه، خواهش میکنم ما چه خدمتی بکنیم، دعای خیر شما. همین که ما اون بگه چه خدمتی بکنید، ما بگیم دعای خیر شما، این هم باز هم اجر و پاداش ما رو کم میکنه. این آیات میطلبه که ما دقت کنیم که وقتی که خرج میکنیم و انفاق میکنیم، انفاق یک معنای وسیعی داره. از وقتمون اگر میگذاریم، از مکانتمون اگر میگذاریم، از جایگاهمون اگر میگذاریم، از مالمون اگر میگذاریم، هر چی که ما خرج میکنیم به کسی کمک میکنیم، کاری نکنیم که دوباره باطلش بکنیم و دست خالی بمانیم و انتظار داشته باشیم که روز قیامت اجر و پاداش ما برسه، در حالی که ببینیم که همش از بین رفته. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید تشکر و سپاس. و انشالله در برنامه بعدی به همراه شما خوبان عزیزان مثالی از مثالهای دیگر کتاب الله متعال رو به همراه شما عزیزان بررسی خواهیم کرد. تا برنامه بعد همه شما خوبان و عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما.